اگه دنبال یه اقامتگاه خیلی خوب و باحال و لاکچری میگردید، این ویدیو مال شماست. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana. کشور دومینیکن ریپابلیک یک کشوری که توی آمریکای جنوبی واقع شده. پایتختش سانتو دومینگو هست که سواحل بسیار زیبا و طبیعت سرسبز و فرهنگ غنی داره. اقتصادش بر کشاورزی و گردشگری کاکائو و کافی متکیه. این ویدیو چند بخش داره. بخش اولش من سعی میکنم این کشور رو با این اقامتگاه معرفی کنم و بعدش یه خلاصه از اینکه داستان سفر ما چجوری شد، چجوری گذشت، چجوری رسیدیم اینجا و یه ریویو صادقانه از اینکه چجوری هست، چیکار باید بکنین، چقدر خرج داره براتون بگم. با من همراه باشین. بعد 6 ماه کار کردن توی سرمایه سخت کانادا، وقت مسافرت و وکیشن بود. خب بار و بندیل رو بستیم و رفتیم به سمت فرودگاه. چکین کردیم، خیلی راحت بودش. یک ساعتی منتظر شدیم و بعد از رد شدن از مرز به سمت هواپیما رفتیم که آن بورد بشیم. پرواز ما یه چیزی حدود 4 ساعت طول کشید. پرواز خیلی راحتی بود و راستش رو بخواین اون بالا مناظر خیلی قشنگی رو شما میتونید ببینید، از ابرهای خیلی قشنگ و جزیره های خیلی خیلی زیبا. یه چیزی یادم رفت بهتون بگم، قبل اینکه بریم فرودگاه حتما یه فرم آنلاین برای ورود به کشور دومینیکن هست که باید به صورت مجانی پر کنین. تقریبا 1 ساعت از زمان رو سیو میکنین و کارتون خیلی سریعتر راه میفته. کاری که ما کردیم، یه تاکسی از قبل رزرو کردیم حدود $40 آمریکایی. نیم ساعت از فرودگاه تا ریزورت فاصله بود. تو راه منظرهای خیلی قشنگی دیدیم. خیلی جاده شبیه ایران بودن و اکثر مردم اینجا یا تو کار گردشگری هستن یا مثل این آقایونی که میره پشت ماشین از کشور هایتی کار ساختمانی هستن. بعد از نیم ساعت رانندگی کردن رسیدیم به لابی خیلی قشنگ ریزورتمون. ولکامینگ خوبی داشتن و بعد از نیم ساعت جایی که میخواستیم انتخاب کردیم و یه فامیلی سویت خیلی قشنگ و تمیز و بازسازی شده به ما دادن. اتاق به نسبتاً بزرگی بودش، 2 تخت کوین داشت و سرویس 24 ساعت برای تمیز کردن اتاق دریافت میکردیم. دستشویی خیلی بزرگ و بازسازی شده داشتش و یه چیز جالب از این یخچالی که کاملا پر بود و هر بار تمیز میشد اتاق، یخچال هم شارژ میشد. قرار بود این سفری که ما میریم یه سفر 5-6 روزه باشه، اون چیزی که ما بوک کردیم، ولی خب عوض شد و تقصیر ما هم نبود. اون ایرلاینی که ما گرفته بودیم برنامه رو عوض کرد، بلیت هواپیمای ما رو یه روز زودتر انداخت. اینا پشت سر ترولیه یا اون کارتایی هستن که مسافرها میبرن، خیلی باحال و خیلی خوش اخلاقن. امیگو هولا امیگو. اون ایرلاین ما عوض کرد برنامه رو، پرواز یه روز زود انداخت زودتر و ما مجبور شدیم یه روز زودتر بیایم اینجا. توفیق اجباری یه روز زودتر باشیم و البته جایی هم نداشتیم، مجبور شدیم یه شب بیشتر اینجا بمونیم و یه چیزی حدود $800 کانادایی برای یه شب اضافه تر بمونیم. خب بذار اول بهتون اینجوری بگم، این نقشه این ریزورتیه که ما هستیم اینجا که خیابون اصلی از شهر باوارو بهش میگن، از شهر خود پونتا کانا نیم ساعت
بیرونتره. این خیابون اصلیه که میاد یه حالت دهات مانند داره. گیت ورودیش اینجاست، وارد میشیم. این سمت رو نگاه کنید، این خط ساحلیه اینجا و ساحل اینجا هستش. 5 تا به اصطلاح ریزورت داخل این یا استراحتگاه داخل این استراحتگاه خیلی بزرگ هست. یکیش اینجاست، همون اول کاره که باهایا پرینسیپی تورکوسل هست. یکی این طرف هستش که باهایا پرینسیپی آکوامارین هست. یه دونه به حساب مجموعه هتل‌های دیگه هست. این قسمت هست باهایا پرینسیپل لاکچری امبر هست. یکی این بالا هست باهایا پرینسیپل فانتزیا هست و یکی دیگه اینجا هست ازمرالدا و یکی هم این قسمت وسط هست. میبینید که شماره داره ویلاها. قسمت این وسط هستش که به اصطلاح اینو بهش میگن گراند پونتا کانا. حالا چیزی که هست، چند تا از اینا مثل این آکوامارین و مثل ازمرالدا و فانتزیا اینا کم خصوصی ترن یه ذره به اصطلاح، مخصوصا این آکوامارین و ازمرالدا. خب اینا خودشون جلوی هم کنون از یونیت ها و ساختماناشون استخر دارن همونجوری که میبینی و برای ورود به اینا لاکچری تر هستن، باید پول بیشتری بدی. این یه دونه که اینجا هست توسکاوا، امبر و خود پونتوکانا شامل اون پکیجایی هستن که شما میخرید. از در که وارد میشین یه لابی بزرگ اینجا هست. توی فیلم ها حتما بهتون نشون میدم و میبینید که توی این قسمت وقتی پذیرشتون انجام میشه، یه چیز خوبی اگه که اهل بچه هاتون هستن و با شما با بچه میاین، یه پارک آبی خیلی خوب اینجا هست. من بهتون پیشنهاد میکنم حتما پارک آبی رو ببینید. میاین اینجا پذیرش میشین. 2 تا اینجا یه منطقه لابی مانند هستش اینجا و بوفه هست، بوفه داره. 2 تا رستوران اصلی خیلی بزرگ هست، یکی این طرف یکی اون طرف. یکی به اسم ارکیده هست و یکی دیگه هم هستش این طرف ساختمانه که اکثرا 3 وعده صبحونه نهار شام اینجا سرو میشه. در عین حال توی تمام این منطقه که شما حرکت کنید، در طول تمام این مسیر میبینید که چقدر ایستگاه اتوبوس و ایستگاه این کارتا هستن. این کارتا تیکه 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 شما رو میبرن و هر جایی استاپ هستش. تمام این منطقه پر از رستوران و بار و مشروب فروشی و به اصطلاح حتی دم بیچ اینجا یه جایی هست به اسم تراک، یه رستورانی هست به اسم تراک که دم این بیچ اینجا هست که 24 ساعت شما میتونید مشروب بگیرید، میتونید غذا بگیرید و نان استاپ تمام این بارایی که اینجا هستن و رستوران ها 24 ساعت به شما مشروب مجانی سرو میکنن. چیزی که من میخوام بهتون بگم خیلی به اصطلاح تجربه منه توی این قسمت سفر، سعی کنید اگر که میخوایم بیاین، خب یا توی این اگه بودجه‌تون میرسه توی ازمرالدا آکوامارین یا امبر بگیرید. اینا رنوویت شده و بازسازی شدن و کیفیت ساختموناشون خیلی بهتره، یکم البته قیمتشون بیشتره. اگه پونتوکانا که میبینید این وسط هستش میخواین باشین، این قسمتی که نزدیکتر به ساحل هست، من پیشنهاد میکنم فامیلی سویت ها اینجا هستن، من پیشنهاد میکنم اینجا رو بگیرید، برای اینکه بازم میگم ریزورت هاشون یا اون ساختماناشون آپگرید شده و بازسازی شدن و خیلی کیفیت خوبی دارن. این کلیتی هست که من از روی نقشه بهتون گفتم، باید در نظر داشته باشید. حالا یادم رفت بهتون بگم یه چیزی که حتما تو ذهنتون داشته باشید، اینجا همه چیز به قیمت دلار امریکا و گرونه. همینجوری که واسطید یا خوابیدید یا دارید راه میرید، دارید مشروب میخورید، هر جایی هستید، کسایی که اینجا کار میکنن میان جلو، دائم سعی میکنن به شما چیز بفروشن، بهتون چیز بدن و پیشنهاد میدن سوغاتی و چیزهای مختلف و تورای مختلف. یه تجربه خیلی مهم که من بهتون میخوام بگم اینه که چونه بزنید.
مثل خود ایران ما چونه بزنید. به شما یه قیمت‌های فضایی میگن، همون اول قبولش نکنید، بیارین قیمتو پایین‌تر قبول میکنن. مثلا اگه بهتون گفتن این ساعت مثلا $100، شک نکنید که این $100 $90 برای اینا سوده. پس سعی کنید که همیشه چونه‌تون رو بزنید تا اونجایی که میشه بیاید پایین‌تر، قیمتو بیارید پایین‌تر. توی برنامه‌تون که میخواید بیاید اینجا، اگر که تور رو از جایی خریدید و به اصطلاح اقامتگاهتون اینجا شدش، باهایا پرینسیپی پونتا کانا شدش، حتما روی پکیجی که میخرید 3 تا رستوران رو میتونید بوک کنید. باید از قبل بوک کنید، نمیتونید همینجوری برید و برنامه داشته باشید. اونجا رستوران خصوصیه، بد نیستن غذاهاشون، فکر نکنید که رستوران واو آنچنانی هستن، بهتر از باقی رستوران هستن. این 3 تا رستوران، چیزی که من رفتم و چیزی که من دوست داشتم، استیک هاوسی بودش. بهتون پیشنهاد میکنم اگه استیک دوست دارید حتما برید. یه رستوران ژاپنی بودش، میکادو رو پیشنهاد میکنم، خوب بود، بگیرید حتما. بازم خیلی رستوران دیگه داره، توی خود منوشون که برید هست و میتونید انتخاب کنید. کیفیت بوفه هاشون و کیفیت غذا، باید بگم اگه اهل غذا و غذا خوردن هستید گرسنه نمیمونید. خب توی بوفه هاشون غذاهای به اندازه کافی هست. این که الان فکر کنید دیگه خیلی تنوع زیادی داره و خیلی چیزای زیادی هست، نه واقعا اونجوری نیستش. بعد یه مدتی یکم براتون، گرچه که اینجا میگم نزدیک 20 تا 30 تا رستوران هستش، ولی بعد یه مدت براتون یکم عادی میشه. میدونید چی میخوام بگم؟ یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه اینه که واقعا من فکر میکنم که 5 روز کافی باشه واسه یه همچین ریزورت خیلی بزرگی. بیش از اون دیگه خسته کننده میشه. ما 8 روز اینجا بودیم، نه اینکه خسته بشیم، ولی دیگه چیز خاصی نداره که بخوای ببینید. توی 5 روز، ظرف 5 روز شما میتونید همه رو کاور کنید. نان استاپ این اتوبوسا که میبینید باب میان رد میشن، نان استاپ رد میشن و سرویس میدن. گرچه که از سر تا تهش میتونید توی ظرف 10 دقیقه میتونید پیاده برید. 1 تا 10 8 میدم. بیچشو بخوام واسهتون بگم، بیچ از مثلا 1 تا 10 من 8 رو بازم میدم. بیچش تمیزه ولی خیلی سیوید و اینا هستش داخلش. خب اینو کاری نمیتونن بکنن، ولی از لحاظ نظافت و تر و تمیز نگه داشتن خیلی خوبه، تر و تمیزه. یه نکته دیگه، هیچ وقت اینجا آب نخورید به هیچ عنوان. حتما همیشه هند سانیتایزر داشته باشید و از آب معدنی استفاده بکنید. خب میدونید تمام کشورهای آمریکای جنوبی آبشون مشکل داره، پس پیشنهاد نمی‌کنم. حتما آب با خودتون وقتی میایین بیرون حتما داشته باشین. یه نکته دیگه که هستش اینه که اینجا خب فکر میکنم نزدیک گفتم 10-20 تا بار هست که به شما 24 ساعت هر چقدر که بخوای نان استاپ مشروب سرو میکنن. ولی راستشو بخوای به نظر من این مشروبا یه مشروب واقعی نیست، چون من یه نفر رو ندیدم که اینجا مست بشه. هیچی احساس نمیکنی. نمیخوام بگم به خاطر آب و هواست، ولی فکر میکنم که اگه قرار بود اینجا مشروب درست حسابی بدن، سنگ رو سنگ اینجا بند نمیشد و اینجا کلا به هم میریخت. فکر میکنم مشروباشون یه ذره درصداش دستکاری شده است واسه اینکه نمیگیره. نکته دیگه اینه که حتما با خودتون اسپری ضد پشه بیارید. پشه بیداد میکنه، تیکه پارتون میکنه. اسپری ضد آفتاب یادتون نره. اگه با بچه میایین چندین و چند دست حتما
همسایه بود. حتما چند تا مایو بیارید با خودتون، لازم میشه. عینک آفتابی 100% باشه با خودتون، همراهتون باشه. از جایی که بهتون پیشنهاد میکنم حتما برید، یه قسمتی هستش اینجا بهش میگن The Village که رقصای سامبا و رقصای خیلی مثلا نمایش‌های خیلی قشنگی اجرا میشه. حتما اونجا برید، شاپ‌های خیلی باحالی داره. یه چیز دیگه که خیلی باحاله، یه آمفی تئاتر هستش اینجا که هر شب یه برنامه‌ای داره، شعبده بازی هستش، رقص هستش، بالت هست، کنسرت هستش، وایت پارتی هستش. من سفیدم پوشیدم، دیشب مثلا وایت پارتی بود. حتما اگه میایید با خودتون یه دست لباس سفید بیارید. وایت پارتی باحالی هست، برنامه‌های قشنگی داره. من پیشنهاد بهتون میکنم. آقا یه مسئله‌ای که هست و میخوام بهتون بگم اینه که با خودتون حتما $1 امریکایی اسکناس بیارید برای تیپ دادن. همه چی اینجا سرویس ها اکثرا مردم تیپ میدن. البته که خیلی از مردم تیپ یا همون انعام نمیدن. برای شما اگه میخوای یه موقع‌های یه جایی توی صف نمونی، کارت زودتر راه بیفته، من فکر میکنم به اندازه $100 با خودتون $1 بیارید. 100 دفعه بعد تیپ بدید. این حرفا طول مدت مثلا یه هفته 10 روز پیشنهاد میشه. حتما اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، شیر کنید. هدف من از ساختن این ویدیو این بودش که یه وقتی ما میخواستیم بیایم اینجا و مثلا این مقصد رو داشتیم که بیایم توی این ریزورت، خیلی رفتیم گشتیم دنبال سورس های مختلف، کسایی که قبلا اومده بودن، کسایی که قبلا دیده بودن. خب توی انگلیسی زبونا خیلی پیدا کردیم، ولی من کسی رو ندیدم که فارسی زبون بیاد اسپسیفیکلی راجع به اینجا صحبت کنه، مرجع خوبی باشه. واسه همین گفتم که بیا من دارم میرم این سفر رو میرم، این ویدیو رو هم درست کنم. خدا رو چه 2 نفر ممکنه خدا بیامرزی واسه خودمون درست کنیم. اگه فکر کنید به درد بخور بود حتما نظرتون رو بنویسید. کانال منو سابسکرایب کنید. من از همه چی دنیای بیرون از ایران از دریچه دوربین خودم سعی میکنم صحبت کنم و سعی میکنم ویدیوهایی که متفاوت باشه. That's pretty much it. تقریبا تموم شد این ویدیویی که من میخواستم راجبش صحبت کنم، باهاتون شیر کنم. و اوورال آخر داستان ما خیلی لذت بردیم، خیلی سفر خوبی بود، تجربه جدیدی بود. نمیگم واو بود، 10 از 10 بود، ولی تجربه خوبی بود، میارزید. نکاتی که کلی شما نیاز داشتین و من گفتم از اول، حتما از سفرم از اول که چجوری شد چجوری اومدیم براتون گفتم. امیدوارم که لذت برده باشین. سابسکرایب و لایک و کامنتی هایتون نره. خیلی دوستتون دارم. آها در ضمن یه چیز دیگه، الان که دارم باهاتون حرف میزنم ما فردا باید برگردیم تورنتو. دمای اینجا در این لحظه 26 درجه بالای صفر هست و دمای تورنتو در این لحظه تقریبا 20 درجه زیر صفر هست. یعنی فردا که برگردیم یه چیز حدود 50 درجه اختلاف دما هست. خداحافظ. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la y la casa de la bachata.